قربانزاده جهانگیر ساکن 31 ساله ناحیه تیمورملک همچون گمانبر در صادر نمودن جنایتی آدمکشی از جانب کارمندان شعبه گفتگوی جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه دستگیر کرده شد. واقعا انسان نهایت بی‌رحم باید بود تا بتوانی فرزند خردسال خویش را به قتل رسانی. گمانبر شونده قربانزاده جهانگیر شکلی ناسالم زندگانی را پیشه نموده منتظم به مینوشی مشغول شده اویله و فرزندان خود را دائم زیر شکنجه قرار می‌داده است. از جمله سنه 14 سپتامبر سال جاری نیز در حالت مستی به منزل اجارویشان واقع در محله یکتوت ناحیه شاه منصور رفته از گریه و فیغان دخترچه 2 ساله‌اش در غضب شده است. نخست همسرش را زیر لت و کوب شدید قرار داده با این قناعتمند نگردیده با راه بوغی کردن و با استفاده از تسمه دخترچه خردسال خود را لت و کوب نموده با یک بیرحمی مخصوص او را به هلاکت می‌رساند. خود همان شب با مقصد روی پوش نمودن از جنایت جسم بیجان دخترش را به ناحیه تیمورملک برده همچون مرگ طبیعی وانمود ساخته با برگزاری مراسم دینی او را دفن نموده است. محض کارکردهای اپراتیوی و ملکه بلند کسبی کارمندان مقامات حفظ حقوق بود که پرده از روی این جنایت مدهش برداشته شده جنایتکار در نزد قانون جواب خواهد گفت. من تگرفتم سه چهار تا برای زدم خیلی دو طرف من خیلی سه چهار تا برای زدم بگیره که سایده بگیره که سایره من پارتون بعد دستم اومدم دستم خطی انا خیلی محکم کرده ایستادم چند سکوند ایستادم. وابسته به حالت ذکر گرده پرونده جنایتی با علامت‌های ماده 104 قسم 2 بندهای وی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده گمانبر شده دستگیر کرده شد. عین زمان تفتیشات پیشکی با پرونده جنایتی ادامه دارد.